من مثلا یه خانومم، در رو باز میکنم، میگم باشه. بله تو به من یه جوری که من حالم بد نشه توضیح میدی که ماشین منو دزد برده. میخواستم بگم اگه به شما بگن باباتون فردا میمیره حاضری چقدر پول بدی نمیره؟ هرچی که دارم و ندارم. اگه بگن مادرتونم روش چی؟ دیگه هرچی که دارم و ندارم و از این ور اون ور میتونم جور بکنم. اگه بگن خودتونم روش ستایی؟ چرا آخه؟ چرا باید اینقدر همیشه مثلا نمایی؟ دیگه خیلی خوب. دیگه نمیدونم باید چیکار کنم. نمیدونی؟ نه. ولی خوشحال باش، خب هیچ کدومشون نمیمیرن. خب خودت هم زنده میمونی. خب خدا رو یه شکر. ماشین قرازه جای بابات و ننت و خودت به باد رفت به درک. ماشین من؟ حالا وقتی بابا داری، مامانت هست، خودت سالمی، فدای سره، راست. کار میکنی یه ماشین دیگه میخری.